سلام. اینجا محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران واقع در خیابون سئوله. من آیدا از تیم اجرایی آرکتاله امروز اینجام تا یه سری از کف‌های نمایشگاهی رو بهتون معرفی کنم. برای شروع میخوام کف‌های ریگلاژ رو بهتون معرفی کنم. این کف یکی از کف‌های استاندارد نمایشگاهیه که جنسش نئوپانه و با ارتفاع 12 سانتی متر عرضه میشه. یکی از تفاوت‌های اصلی این کف با کف‌های دیگه قدرت ریگلاژ داشتنه. به علت غیر مسطح بودن کف نمایشگاه، این کف از 4 تا پیچ تهیه شده که توسط تیم اجرایی آرکتاله ریگلاژ میشه و کف غرفه شما رو هم سطح میکنه. تو این بخش میخوایم راجع به کف پالت های 50x50 چوبی صحبت کنیم. جنس این کف نئوپان، ارتفاعش 10 سانتی متره. یه سری معایب داره که اولیش هم سطح نبودن کف با همه. عیب بعدیش اینه که در هنگام تردد ممکنه که سر و صدای زیادی ایجاد بکنه و محدودیت وزنی داره. یعنی اگر ماشینالات و ابزار سنگین قرار باشه که روی این کف قرار بگیره، این کف ناامنی محسوب میشه. حالا بریم سراغ کف‌های ناودونی. این کف مشابه کف 50x50 چوبیه و مثل همونم معایبی داره. در این نوع کف ناودونی ها به شکل فاصله دار کنار هم چیده میشن و بعد از اون یک ورق نئوپان روی سطحش قرار میگیره. جنس این کف نئوپان، ارتفاعش 10 سانتی متره و کیفیت قابل قبولی نداره. و در نهایت هم نوبت کف‌های PVCه. این نوع کف یکی از بروزترین کف‌های نمایشگاهیه. برخلاف کف‌های دیگه ارتفاع کمتری داره، 7 سانتی متره و به علت PVC بودن تحمل بارهای چند تنی رو داره و کاملاً ایمنه. از مزایای دیگه این نوع کف تاتمی بودنشه که به هم قفل میشه و باعث میشه که کف یک سطح باشه. یه مزیت دیگه هم که این کف داره اینه که به هنگام تردد هیچ گونه صدایی از این کف بلند نمیشه و کیفیت بسیار بالایی داره. ممنونم بابت همراهی شما عزیزان. امیدوارم از توضیحات این بخش بهره کافی رو برده باشید.